سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر که شما احیانا قصد رفتن به ایران دارید و نمیدونید سوغاتی چی بخرید، من اومدم از تجربه خودم براتون بگم. این ویدیو برای شماست، لطفا با ما همراه باشید. خب، من مرسد هستم و اگر که منو توی اینستاگرام دنبال بکنید بدونید که من همیشه دلتنگ خانواده در ایران بودم و این چند سالی که اینجا بودم به نسبت خیلیای دیگه دفعات بیشتری رفتم ایران و خب هر دفعه که رفتم یه سری وسیله خریدم بردم، چون دیگه رفتن و سوغاتیش دیگه. و گفتم از تجربه‌ام براتون بگم، چون خیلی جاها دیدم ازم سوال کردین که چی بخریم بهتره، از کجا بخریم بهتره. گفتم بیام تجربه‌مو باهاتون در میون بذارم، شاید به دردتون بخوره. خب، اولین چیزی که به ذهنم میرسه راجع به خریدن برای ایران مولتی ویتامینه، به خاطر اینکه توی ایران معمولا مولتی ویتامینا تنوعشون کمتره، به خصوص که توی سالهای اخیر به خاطر تحریم و اینجور چیزا میدونم خیلی از مارک‌ها دیگه وارد ایران نشده و کانادا هم همیشه به قرص‌هاش و کیفیت بالای قرص‌هاش و داروهاش معروف بوده. به خاطر همین فکر می‌کنم یکی از بهترین چیزایی که میشه برای ایران، به خصوص برای مامان باباهامون و کسایی که سنشون بالاتره میتونیم بخریم، خرید قرص و مولتی ویتامینه. من دو تا مولتی ویتامین خیلی خوب رو که طی چند سال اخیر هم مامانم هم بابام استفاده کردن و تاثیرش رو دیدن و خیلی مشهود بوده بهتون معرفی میکنم. یکی کلا مولتی ویتامین سنترومه که سنتروم 2 دسته مولتی ویتامین داره، مال خانم و آقایونش جداست و همینطور برای زیر 50 سال و بالای 50 سالش هم مجزاست. شما اگر بخواید برای بالای 50 سال خرید بکنید بعد سنتروم پلاس 50 رو بخرید که یا 50 پلاس رو بخرید که حالا چه برای خانم‌ها چه برای آقایون شامل یه تعداد زیادی ویتامین هستش و دوزش رو پشتش روی جدول غذاییش نوشته، میتونید بخونید ببینید که چطوریه. اما بین تمام مولتی ویتامینایی که من تا حالا براشون گرفتم و استفاده کردن، این طرفدار بیشتری داشته و خیلی ازش راضی بودن. کلا برای انرژی یعنی تعادل انرژی و بهتر شدن انرژیشون و همینطور برای یه سری دردا به درد میخوره. مثلا من مامانم میگه به محض اینکه من قرص رو قطع میکنم نمیخورم مچ دردم برمیگرده، مچم درد میگیره. اونم به خاطر کارهایی که ما خانم ایرانی ماشاءالله زیاد انجام میدیم. این از مولتی ویتامین. یه سری قرص دیگه مثل زینک و مثل منیزیم اگر کسی که مصرف میکنه و به دردش میخوره میتونید از اینجا براشون بگیرید. خب من همیشه معمولا این قرصا رو از کاسکو میگیرم و پیشنهادم میکنم اگر میدونید مصرفشون زیاده و از تاریخ انقضاش نمیگذره از کاسکو بگیرید، چون قطعا مبلغش یعنی قیمتش برای شما به صرفه در میاد. کلا داروهای کاسکو تعدادش بیشتر از همون دارو توی فروشگاه‌های دیگه است و مبلغش هم کمتره، یعنی هر جوری حساب بکنید به صرفه تر در میاد، مگر اینکه تعدادش براتون زیاد باشه. مثلا اگر یه قرصی 250 تا یه جعبه قرص توش قرص داشته باشه و شما میدونید که 250 تا تاریخ انقضاش خورده نمیشه، خب قطعا صرف با خرید از والمارت یا فروشگاه‌های دیگه است که تعداد کمتر بخرید که پولتون دور ریخته نشه. یه نکته دیگه که بخواستم بگم کلا راجع به مولتی ویتامینا این که به تاریخ انقضاشون دقت بکنید. یه موقعی توی کاسکو حتی وقتی میخواید بخرید اون قفس‌های یعنی اونایی که توی عقب‌تر هستن و پشت قفس‌ها هستن تاریخ انقضای بالاتری دارن، میتونید اونها رو بردارید که خیالتون راحت باشه قرص‌ها استفاده میشه. به جز زینک، منیزیم و قرص مولتی ویتامین سنتروم که براتون گفتم، یه قرص دیگه هست که من برای بابام میگیرم، خیلی به درد میخوره. خب آقایون معمولا مشکل پروستات دارن، مشکل تکرر ادرار دارن و قرص سوپر پراستیت هستش که من میگیرم و بابام راضیه و میگه به من کمک میکنه برای کنترل تکرر ادرار. یه قرص دیگه که قرص در حقیقت نیست و پاستیلیه، قرص پاستیلیه مثل پاستیل میمونه و خوشمزه است خیلی. اوپس دستم افتاد. هیر اند نیل هستش. این قرصی که براتون عکسشو میذارم که این قرصی که من خودم هم مصرف کردم و روی ناخن و روی مو تاثیر داشته. حالا نمیتونم بگم معجزه کرده، برای من معجزه نکرده، ولی منم لانگ ترم و طولانی مدت نخوردمش. دروغ چرا؟ شاید اگر مثلا چندین ماه میخوردم تاثیرش رو به خوبی میدیدم، ولی برای ایران به خصوص برای یکی از دوستامون همیشه میخواد و براش میبرم، اون میگه من ناخنم فقط با این رشد میکنه و محکم میمونه و در غیر این صورت ناخنای من خیلی راحت میشکنه. این قرص هم قرص به درد بخور و خوبیه. یکی دیگه مولتی ویتامین بچه هاست که انواع و اقسام داره. حالا این مدلش که من این دفعه گرفتم و ریویوهاشو خوندم و ظاهرا خوب بود و آف خورده بود و اینو میتونید بگیرید. حالا یا مدل دیگه شو، اینم پاستیلیه و خوشمزه است. بچه‌ها هم دوست داشتن، یعنی من خواهرزادم لااقل میدونم که هر قرص پاستیلی رو نمیخوره و به یه سری طعما خیلی علاقه نداره، ولی اینو دوست داشت و خورد.
در کنار قرص ها، اگر بخوایم از قرص ها بگذاریم، در حقیقت میتونم بهتون پیشنهاد بدم که قهوه چیز خوبیه. اگر که کسایی که میری دیدنشون اهل قهوه باشن و قهوه دوست باشن، قهوه اینجا به دردشون میخوره و احتمالاً دوست خواهند داشت. یکی از قهوه‌ای که پیشنهاد میکنم که خیلی خاص‌تره و تو ایران شاید کمتر باشه یا اصلا نباشه، چون من اطلاعی ندارم، نمیدانم، اطلاعی ندارم، قهوه وانیلا هیزلنات هستش که با طعم وانیل و فندقه که خود کانادایی اینجا خیلی دوست دارن. ما هم خیلی دوست داریم و این قهوه رو من با اینکه مامان خودم خیلی اهل قهوه های طعمدار نیست، اینو براش فرستادم، خیلی خوشش اومد و خیلی لذت برد و فکر میکنم چیز خاصی باشه. اگر قرار باشه قهوه ببرید ولی در این حال بخواید یه چیز خاص براشون ببرید، این قهوه خیلی خوش عطر و خیلی خوشمزه‌ایه و تمام چمدونتون هم بوشو میگیره، خیلی خوب میشه. در کنار این شکلاتی که براتون عکسش رو میذارم، والمارت من همیشه دیدم داره، طعمای مختلف داره، دارک چاکلتش رو داره، فندقیش رو داره، چندان بادومیش رو داره، کاراملیش رو داره، سالتد کاراملش رو داره، اما کلا من همش رو امتحان کردم و خوشمزه است. این شکلات نسبت به وزنش و حجم شکلاتی که به شما میده قیمتش بسیار مناسبه. معمولا $6، یه موقعی آف میخوره میشه 50 خورده‌ای و قیمت خیلی مناسبی داره و شکلات بسیار خوشمزه‌ایه. من تا حالا ندیدم کسی این شکلات رو بهش معرفی کنم و نگه عجب چیزی معرفی کردی و پیشنهاد میکنم اگر بخواید شکلات بگیرید، این شکلات چیز خوبیه و خوشمزه است. اگر بخواید شکلات سبکتری بگیرید، از لحاظ وزنی محدودیت داشته باشید، شکلات‌های $1 رو ازش غافل نشید. یه سری شکلات‌های تخته‌ای داره که فکر می‌کنم $1.5 اینطوراست. حواستون باشه که دارک چاکلتش رو نگیرید، چون معمولا دارک چاکلتش خیلی دارک و تلخه و من یه بار این اشتباه رو کردم بدون اینکه دقت کنم دارم چی برمی‌دارم، شکلات تخته‌ای رو برداشتم رفتم و تو ایران خوردم، دیدم مزه زهرمار میده. حواستون باشه که حتما اگر لزوما دارک چاکلت نمیخواید، شکلات شیرینش رو بخرید، اونم شکلات خوبیه. و اگر صرفا برای اینکه یه چیز خیلی کوچیک برده باشید که فقط بخواید دست خالی نباشید، حالا برای کسایی که مثلا نسبت دورتری دارن، میتونید این رو ببرید. و همینطور گفتم اگر که محدودیت جا داشته باشید در لحاظ وزنی. یه شکلات دیگه هم هست که اینو من توی والمارت دیدم، قطعا فروشگاه‌های دیگه مثل سوبیز و اینا هم دارن، اما سایز بزرگترش رو کاسکو داره که آف هم میزنه. اگر آف زدهش رو بخرید میشه $9.99 اگر اشتباه نکنم، حدود $10 و خب خیلی به صرف در میاد. اما بستگی داره که اون طرفی که براش اینو می‌خرید دوست داشته باشه این شکلاتو یا نه. این شکلات طعمای مختلف داره، انار داره، بلوبری داره و پرتقال اگر اشتباه نکنم. اینطوریه که مثلا دونه انار رو گذاشتن دورش یه شکلاتی پیچیده شده، مثل شکلات‌های دراژه‌ای بود که تو ایام نوروز تو ایران گرد که وسطش یه چیزی داشت می‌خورد، خوشمزه بود، شبیه اونه. حالا این شکلاتو من اگه بخوام سلیقه‌ای بهتون بگم از لحاظ مزه، نسبت به اون شکلات‌های والمارت که بهتون گفتم طلاییه، اون شکلات بلژیکی به نظر من خوشمزه تره. اما این شکلاتی که دارم بهتون میگم که مثلا بلوبری داره و دورش شکلات داره، این شکلات مخصوص کاناداست، یعنی اصلا پروداکت، یعنی تولید کاناداست و معمولا جای دیگه پیدا نمیشه. توی ایران که مطمئنا پیدا نمیشه و چیز خاص‌تریه. یعنی اگر بخواید که چیزی که مال کاناداست ببرید و مثلا یه ذره خاص‌تر باشه و منحصر به فردتر باشه برای کانادا، نمیدونم مثلا کلمه اینجا درست بود یا نه، این شاید یه چیز خاص‌تری باشه برای خریدن. و باز من بلوبریشو به انارش ترجیح میدم و پیشنهاد میکنم بلوبریشو بگیرید. اگر بخواید خوراکی بگیرید به جز شکلات، میپل سیروپ هم چیز خوبیه، اما باید ببینید میپل سیروپ یا شیره افرا تو ایران طرفدار داره یا نه. کسایی که اهل پنکیک خوردن باشن و اهل فرنش توست خوردن باشن و اهل دیگه چی بگم براتون، مثلا این صبحونه هایی که روش باید یه شیره، یه شربتی چیزی بریزی باشن، اونا به دردشون میخوره. یا کسی که اهل گرانولا خوردن و اینجور چیزان. اما اگر که کسی اهل این چیزا نباشه و صبحانه سنتی رو ترجیح بده، کلا شاید شیره افرا خیلی به دردش نخوره. بنابراین بعد ببینید شیره افرا رو برای کی میبرید، ولی اگر کسی اهلش باشه خیلی لذت میبره و خیلی خوشش میاد، چون طعم خوشمزه‌ای داره. به خصوص کسایی که اهل بیکینگ و شیرینی پزی اینا باشن هم به دردشون میخوره و خوششون میاد. جونم براتون بگه اگر دیگه خوراکی رو بخوایم بذاریم کنار، حالا جدا از آدامس و مثلا پاستیل و سه چیزایی که شاید اینجا قیمتش مناسب‌تر از ایران باشه، یا که البته من واقعا نمیدونم مناسب‌تر از ایران میشه یا نه، یا مثلا شاید خاص‌تر باشه ایران نباشه،
کلا میتونیم بریم سراغ لباس. شما اگر توی فروشگاه اولد نیوی برید، معمولا تمام فروشگاه ها و اولد نیوی ته فروشگاه یکی دو تا رگال یا یکی دو تا دیوارشون مخصوص لباس های حراجیه. اگر شما تو قسمت حراجی ها برید، قیمت های مناسب میتونید پیدا بکنید و معمولا یه موقعی پیش میاد حتی از اون تگ قرمز رنگ مخصوص حراجی هم که روی لباس خورده، شما میتونید یه درصد بیشتری تخفیف هم روی لباس ها بگیرید توی شرایط خاص. مثلا اگر باکسینگ دی باشه یا بلک فرایدی باشه یا یه موقعیت خاصی باشه که یه تخفیف اضافه بر مبنای فروشگاه داشته باشه، حتی ممکنه از اون تگی که روی لباس ارزان‌تر بتونید بخریدش. اما چیزی که من میخوام راجع به لباسای اولد نیوی بهتون بگم اینه که معمولا لباسای اولد نیوی کم پیش میاد توش لباسای با کیفیتی باشه، به خصوص در مقایسه با لباسایی که توی ایران میشه خرید یا لباسای ترک. لباسای کم کیفیت تریه و معمولا بعد از 2-3 بار شسته شدن یا دوندون میشه یا شل میشه، یعنی خیلی لباسای که با کیفیتی نیست. کلا من تجربه با اولد نیوی اینطوریه که از هر 5 تا چیزی که میگیرم یکیش خوب در میاد. اما افوردبله، یعنی لااقل اینه که جزو مارکای خیلی عجیب غریب نیست، مثل تامی و حالا گپ و اینجور چیزا که بخواد هزینه‌اش بیشتر باشه. و اگر بخواید یه خرید مقرون به صرفه تری بکنید، آپشن خوبیه. از اون بهتر به نظر من لوین روز هست که لوین روز یه، حالا من نمیدونم اصلا فرانسویش چجوری تلفظ میشه که بخوام اونطوری تلفظ کنم، ولی یه مارک اگر اشتباه نکنم فرانسوی اصلا اسمش، که چند تا فروشگاه داره. یکیش توی هالیفکس شاپینگ سنتره، اوتلتش یکیش توی دارتموث کراسینگ، یکیش هم توی چین لیک بغل فایو گایز روبروی وینرز که من اون شعبه‌شو خودم همه بیشتر دوست دارم و اوتلتش قیمتاش خیلی مناسبه. ته فروشگاه همیشه یه رگال آف خورده خیلی خوب داره که بجز اینکه خود قیمت لباس اومده پایین، یه اکسترا 50% یا اکسترا 70% آف هم داره که شما میتونید با قیمت خیلی مناسب ازش لباس بخرید. جون میده برای خریدن مایو، برای لباس خواب، برای لباس تو خونه ای، به خصوص برای فصل خارج فصل اگر بخرید. مثلا الان که تابستونه، اگر لباسای زمستونیشو برید ببینید، میتونید مثلا لباس بخرید $7 $8 $9 که به نظر من قیمتش مفته و خوبش اینه که کیفیت لباساش هم خوبه، خیلی لباسای لطیف و نرمی داره و برای کسی بخرید خیلی ذوق میکنه، خیلی خوششون میاد. یه سری لباس خوابم داره به جز لباسای کریسمسی، مثل اون پیژامه هایی که تو خود کریسمس میپوشن با جز شلوار سده. یه سری لباسای خواب اون تیپی هم داره که برای ایران، برای مامانامون، برای مامان بزرگامون و اینا خیلی چیزای به درد بخوره، لذت بخشه. من وقتی براشون خریدم خیلی خوششون اومد. یه چیز دیگه که خیلی به دردتون میخوره بخرید، بادی اسپلش های ویکتوریا سیکرته. ویکتوریا سیکرت رو که میدونید توی هالیفکس شاپینگ سنتر هستش، حالا یکی از شعبه‌هاش. بادی اسپلش هاش رو معمولا یه تعدادیش هیچ وقت تو آف نیست، یه تعدادیش همیشه تو آفه. مثلا میگه این قفسه و این قفسه بادی اسپلش ها یا بادی لوشناش توی آفه و اینطوریه که شما به جای اینکه هر بادی اسپلشی رو حدود $20 $21 بخواید پول بدید، اگر 5 تا بادی اسپلش یا 5 تا بادی لوشن یا میکسی از اینا بخرید، مثلا 2 تا بادی لوشن 3 تا بادی اسپلش بخرید، میتونید همش رو هم $45 بیفور تکس بخرید که خب خیلی ارزون تر از اون دونه $20 میفته. و بادی اسپلش خوبش اینه که همه دوست دارن، هیچ کس نیست که عطر دوست نداشته باشه. البته یه ذره ریسکه که سلیقه عطری شما با اون کسی براش دارید میخرید نزدیک باشه، اما من خدا شد اون کسی بودم که همیشه توی خانواده میرفتم برای بقیه عطر میخریدم، برای همین میدونم که چیزی که انتخاب کنم و معمولا دوست دارن. و یه خوبه دیگهش اینه که توی ایران چون عطر خیلی گرون شده و هر کسی دیگه الان شرایط خریدن عطرای مارک و عطرای اصل نداره، این بادی اسپلش‌ها خیلی به کارشون میاد. کسایی هم که اهل این بادی اسپلش‌ها یا اسپری های بدن ویکتوریا سیکرت بودن، الان دیگه توی ایران به خاطر تحریما چون اینا نمیره، اینا خیلی به دردشون میخوره. و چیز جالب براتون بگم، یه بار یه تخفیف خیلی خفنی گذاشته بود ویکتوریا سیکرت که من ازش بادی اسپلش خریدم و وقتی رفتم ایران، دقیقاً پارسال بود، رفتم توی یه داروخانه دیدم بادی اسپلش های ایرانی اومده، رفتم اونا رو بو کردم، حالا بماند که بوهاشون خوب نبود ولی قیمت ها عجیب غریب. مثلا من اون بادی اسپلش رو به پول ریالیش اگه تبدیل می‌کردم خریده بودم 500 تومان، اونجا 400 تومان ایرانیه بود که تازه خوبم نبود، معلومم نبود چقدر ماندگاری داره. ولی میخوام بگم کلا این بادی اسپلش ها و محصولات ویکتوریا سیکرت وقتی تو آف میخرید هم خیلی قیمتش خوب در میاد. یه چیز حدود $8 $9
حالا مثلا با تکسش میشه $9.5 اگر اشتباه نکنم، شاید $10.5 و حتی ارزون تر از این هم میتونید پیدا کنید بخرید. همیشه یه سری به ویکتوریا سیکرت بزنید. اگر آفتاش بخرید بذارید کنار. من خیلی موقع خریدم گذاشتم کنار، حتی وقتی که قصد رفتن نداشتم، چون میدونستم بالاخره یه روزی میخوام برم و به دردم میخوره. البته نه اینجور که حالا بخرید دیگه من 3 ساله که میخوام برم، ولی مثلا میخرید میدونید تا سال دیگه میرید، به نظر من بخرید اوکی. بوش نمیره، بوی الکل نمیگیره، بد نمیشه و اینا. فقط توی چمدون میخواید بذارید، حواستون باشه که جای نرم و اینا باشه که سوراخ نشه یا نشکنه که یهو ازش بره. دیگه چونم براتون بگه راجع به سوغاتی همینو به ذهنم میرسه. اگر که شما تجربه دیگه دارید براتون سوغاتی آوردن خوشتون اومده، یا اگر چیزی از کانادا براتون آوردن که توی ایران نبوده و خیلی ذوق کردید، یا رفتید چیزی بردید که من اینجا توی ویدیو نگفتم، لطفاً توی کامنت بذارید که بتونیم از تجربیات هم استفاده کنیم و دفعه دیگه که خواستیم بریم ایران بدونیم که آپشن‌های بیشتری برای خرید کردن و ذوق زده کردن آدمایی که دوستشون داریم. ویدیو رو ممنون میشم لایک بکنید اگر که دوست داشتید و مرسی که تا اینجا همراه بودید. شب و روزتون بخیر. فعلا خداحافظ.